خب دوستان خیلی خوش اومدین تو این جلسه. ارزم به حضورتون به دفعه قبل اگر یادتون باشه، خب یه سری مثلا جلسه داشتیم که اومدیم پرامپت دادیم، با پرامپت یه سری چیزها رو درست کردیم و اون چیزایی که درست میکردیم و بعضی از دوستان من متوجه این قضیه شدم که اصلا نمیدونستم پرامپت رو باید کجا بذارن، یا اگر این که برعکسش بخوان کار بکنن باید چی کار کنن. یعنی مثلا شما مثل اون عکسی که من خدمتتون گذاشته بودم که مثلا صفحه اینستاگرام من داخل یه موبایلی افتاده بود و من کنار موبایل وایساده بودم، یه همچین چیزی رو اگر شما دیدین چجوری برای خودتون میخواین درست بکنین، چیکار باید برگردیم بکنین؟ یعنی معکوس این کاری میشه که الان داریم انجام میدیم. در نتیجه من سعی میکنم امروز یه ذره کار رو کمتر انجام بدم، در عین حال بیشتر رو بخش‌های مختلف توضیح بدم که این مشکل برطرف بشه. من با اجازهتون صفحه‌مو شیر میکنم باهاتون. یه چیزی هست ارزم به حضورتون. من این عکس رو فقط با اجازهتون به برش دارم از اینجا که بتونم صحبت کنم باهاتون. خب یه چیزایی رو به دفعه قبل با هم دیگه صحبت میکرد، من ازش یه ویدیویی گذاشته بودم و اینا، که با یه همچین عروسکی بود منتها گربهش بود اگر یادتون باشه. خب خیلی از دوستان گفتن این به چه صورتی درست میشه یا چی کار میتونیم برگردیم بکنیم که یه همچین چیزی رو، حالا ما سگش رو داریم، چجوری گربهش رو درست کنیم. یا ارزم به حضورتون حالا یه چیز دیگه، یه به قول معروف حیوان دیگر رو بخوایم درست کنیم، اصلا هر چیزی که بخوایم برگردیم بذاریم درست. اون موقعی که گربه داشتیم، ببینین اولین کاری که شما میتونین برگردیم بکنین این هستش که از اونجایی که این عکس رو شما دارین میبینین و خوشتون اومده از این عکس، برگردین یه کپی بگیرین، هر جا هستین تو اینترنت هستین اینا، بیاین برگردین ازش یه کپی بگیریم، فقط یه کپی، هیچ کاری نمیخواد برگردین بکنین. این پله اول. پله دوم، تشریف میبرین توی چت جی پی تی. من الان اومدم توی چت جی پی تی، درسته؟ و اینو برمیگردم اینجا پیستش میکنم. یعنی چی؟ یعنی اونجا کپی گرفتم، اینجا برش میگردونم. الان برای من شروع میکنه اینو برای من اینجا لود کردن. بذارین. حالا شاید از روی چیز نمیکنه. اگر همچین اتفاقی افتاد که دیدین از جایی که هستش نمیتونه این کار رو براتون انجام بده، میان چیکار میکنین؟ چون معمولا از روی مثلا گوگل و اینا میخوایم برگردیم بزنین، انجام میده براتون. شما یه اسنیپینگ تول دارین، ببینین من نوشتم اسنیپینگ تول، علامتش هم یه قیچیه که یه دونه خط نصف مربعی نقطه چین کنارش داره. اینو برمیگردین میزنین، این توی تمام ویندوز ها هستش، و نیو رو میزنین. نیو رو که برگشتین زدین، همچین سفر رو به این صورت بهتون میده. اینو برای خودتون بگین من این عکس رو میخوام برگردم ازش چیکار کنم، ازش بیاین براتون آورد اینجا. اینم ببندین دیگه، کاری با این نداریم. میارین داخل چت جی پی تی. داخل چت جی پی تی اینو چیکار میکنین؟ پیستش میکنین. پیست که میکنین این عکس رو برمیگره براتون میاره اینجا. فقط توی چت جی پی تی که اومدین اینجا برگردین بهش بگین که پرامپت، ببینید من نوشتم تولید این عکس رو که میخوام توسط، حالا اینجا میخوام توسط چی تولید بشه؟ اگر خود چت جی پی تی بنویسین چت جی پی تی، اگه توسط نانو بنانا هستش مینویسیم نانو بنانا، اگه توسط هر چیزی، من الان برمیگردم مینویسم چی؟ نانو بنانا. نانو بنانا تولید کننده عکس در محیط جمینای هستش، درست؟ در چی میگیم؟ میخوام توسط نانو پرامپت تولید این عکس رو که میخوام توسط نانو بنانا برام باز تولید بشه رو به من بده. خیلی راحت، درست؟ اگر این کار رو برگشتین کردین که کردین. اگر خواستین دقیق تر انجام بدین،
که خیلی این عکس یعنی اون چیزی که بهتون میده مشابه این عکس باشه. قبل از اینکه بگیم برام نانو به نانو برام باز تولید بشه، باز تولید، بعد اینجا بنویسین مثلا چی، با کدهای جیسون. اینم کلکشه. می نویسیم با کدهای جیسون. جیسون یه مدل برنامه نویسی هستش که این میاد برمیگرده عکس رو به اون برنامه برمیگرده براتون تبدیل میکنه. اینو برمیگردیم که به من بده و اینو برمیگردیم چیکار میکنیم؟ این فلش رو برمیگردیم میزنیم تا اینکه این شروع کنه تولید کردن. این شروع میکنه. الان میگه که حتما، حالا این چیزی که اینجا میگه اینو ولش کنین. ببینین الان چی جوری نوشته، شما عکس بهش دادین، درسته؟ عکس بهش دادین ولی این برگشته به شما کد داره بهتون میده. میبینین به چه صورتی هستش؟ این کد رو داره بهتون میده و تا آخر ببینین چقدرم زیاده بهتون برگشته داده. و بعدم میگه که اگرم بخواین خروجی تقریبا 99% مشابه این عکس شود، این نسخه حرفه‌ای را به قسمت پرامپت هم اضافه کن. درسته؟ پس یعنی اینم میگه بهش اضافه کنیم. حالا من قسمت اول رو برمیگردم کپی میکنم. درسته؟ الان من یه کاری که دیگه که میکنم اینجا، یه چت جی پی تی دیگه باز میکنم، اون رو برمیگردم اینجا پیست میکنم. پس این کدی که برگشت به من داد نه همه اینجا پیست شده. و قسمت آخری هم که این گفته اینم برگردیم بهش اضافه بکنین، اینم کپی میکنم از اینجا، میارم تو چت جی پی تی خودم. قبل از اینکه من تکمیلش بکنم این شروع کرد تولید کردن. حالا اینم بهتر هستش که آخرش اضافه بکنیم که دقیقا شبیه اون یکی برگرده بشه. این توی ارزم به حضورتون چت جی پی تی داره براتون تولید میکنه. و اگر هم خواستیم برین توی جمینای، اگر یادتون باشه خدمتتون عرض کردم جمینای اگر بخواین عکس تولید کنین باید توی نانو بنانا تولید کنین. اگر اینی که بخواین ویدیو تولید کنین توی VO3.1 باید تولید بکنین. و هر کدوم از اینها به صورت رایگان نمیشه. منتها رایگانش محیط آزمایشگاهی هستش که خود گوگل داره به نام گوگل لبس. الان من داخل گوگل لبس میرم. این من الان چون دو تا با هم دیگه چیز باز کردم بیاین ببندمش، این دیگه داره خودشو میکشه. حالا تا این تولید کنه من میرم قسمت بعدی. که بخوام برگردم و نانو به نانو تولید کنم این رو، میرم توی چی میگم چی میزنم خودم میزنم گوگل دات لبس. درست؟ برمیگردم اینتر میکنم، خودش گوگل لبس رو برای من میاره اینجا. اینها خودش نمیشه لبس دات گوگل. این رو برمیگردم میزنم، این صفحه رو برای من بالا میاره که خیلی راحت میتونین شما داخلش ساین این بکنین و داخلش بخواین وارد بشین.
گوگل فلو رو داخل میشیم. داخل محیط گوگل فلو هم میذاره که ما کار ارزم به حضورتون عکس رو انجام بدیم، تولید عکس رو انجام بدیم، هم کار تولید ویدیو رو انجام بدیم. در صورتی که داخل برگردیم بشین، حتما این محیط رو شما میبینین که به چه صورتی هستش. ببینین الان مثلا برای من قرار گرفته روی ویدیو، چون آخرین چیزی که استفاده کردم رو ویدیو بوده. میام الان میزنم روش و میارم میگم من میخوام ایمیج برای من تولید کنی، یعنی عکس. حالا عکسی که میخوام برای من تولید کنی، اینجا سایز رو بهش میدم که چه سایزی، مثلا میگم سایز 3 به 4 برای من تولید بکن، و اینجام تعداد عکس همزمانی که میخواد براتون تولید بشه بهتون میده. اینجا صفر کردیت ازتون کم میکنه. اولا بهتون بگم گوگل فلو روزی 50 تا کردیت بهتون میده که بتونین استفاده بکنین. کجا نشون میده؟ اینجا نشون میده. ببینین الان من استفاده نکردم، روزی 50 تا کردیت امروز هم به من داده و روزانه این 50 تا کردیت تمدید میشه، ولی رو همدیگه نمیاد. بنابراین این اشتباه نکنین که اینجا چون نوشته براتون که صفر کردیت هست تا بی نهایت شما میتونین عکس تولید کنین. نه، لیمیت داره، تعداد عکسی که بتونین روزانه بخواین تولید برگردین بکنین، ولی ازتون کردیت کم نمیکنه. تعداد عکستون که تمام بشه میگه حالا ویدیو شروع کنین تولید کردن یا کارهای دیگه برگردین انجام بدین، ولی عکس دیگه نمیتونین تولید کنین تا فردا. اونم بهتر هستش که وقتی همچین اتفاقی افتاد و احتیاج داریم با یه اکانت دیگه، با یه ارزم به حضورتون ایمیل دیگه وارد بشین و از یه اکانت دیگه برگردین استفاده کنین. من الان اینا نانو بنانا پرو برمیگردم باشه و این 3 به 4 و اینم ایمیج برمیگردم میذارم و اینجا همین چیزی که به من داده بود به من قسمت آخرش اینجا پیست کردم. من قسمت اولش هم بیارم. من یه رفرشش بکنم. ببینی اکثر تولید کرد. این عکس رو برگشت برای من تولید کرد تو محیط چی؟ تو محیط چت جی پی تی، همونی که داده بودم داشت لفتش میداد، اینو تولید کرد. من الان اینو برمیگردم اینم کپی میکنم میارم تو محیط ارزم به حضورتون گوگل لبس، میرم در ابتداش قرار میگیرم و این رو هم پیست میکنم اینجا و میگم حالا شروع کن برای من تولید کردن. این شروع میکنه تو همون سایز 3 به 4 که بهش گفتم، شروع میکنه اون عکس رو برای من تولید کردن. 45%. خب اینم چیزی که اون درست کرد برای من. حالا دیگه اون انتخاب خودتونه که از این ببینین چقدر شبیه هم دیگه است تقریبا. از این بخواین حالا استفاده کنین این ملوس تر هستش، یا از این بخواین تو کاراکتر خودتون بخواین استفاده بکنین. پس تولید عکس ببینید، پس من کار خاصی نکردم، من فقط از این عکسی که اینجا بود، فکر کنین از یه قسمت یه روزنامه است، یه قسمت یه وبسایت، اومدم یه عکس گرفتم اینجا، این عکس رو آوردم توی چت جی پی تی و به چت جی پی تی چی گفتم؟ به چت جی پی تی برگشتم گفتم که این پرامپت این رو برگرد به من بده، پرامپت با تولید تصویر رو به من بده. ببینید و پرامپت رو به من داد. چیزی که ازش خواستم هم این بود، پرامپت تولید این عکس رو که میخوام توسط نانو بنانا برام باز تولید با کدهای جیسون بشه رو به من بده. خیلی راحت اینو برگشت به من داد. خودش هم یه توصیه کرد که در انتها اینم اگر اضافه بکنی تقریبا 99% شبیه این عکس میشه. ما هم اضافه کردیم و واقعا هم شد. این قسمت اول. پس عکس به تولید کردن، تبدیل کردن اینجوری هستش، درست؟
حالا اگر اینی که نه من عکس رو اینجا شما دارین میبینین، من پرامپت رو مثلا دیدین که مثلا دفعه پیش سه چهار تا پرامپت مثلا براتون گذاشتم. خیلی راحت میتونین اینو برگردین کپی کنین. این همون چیزیه که الان اون طرف به ما به صورت جیسونشو به ما داد. اینو برمیگردین روش، فقط برمیگردین کپی رو میزنین. خیلی راحت میایین توی گوگل، توی گوگل فلو میایم برمیگردین این رو برای خودتون تولید میکنین، یا حالا هر عکس دیگه ای رو. مثلا من الان برم پایینتر، ببینین همچین گربه ای رو مثلا من درست کردم. البته همچین گربه ای که درست کردم، شما وقتی که اینجا روی گوگل فلو خدمتتون عرض کردم وقتی بخواید برگردین سفارش بدین، میتونین 4 تا عکس سفارش بدین، این با 4 تا مود مختلف براتون تولید میکنه. یکی از مودایی که برای من تولید کرده بود این گربه بود که با ارزم به حضورتون پاپیون و اینا اینجوری به این صورت وایساده. وگرنه من اینو برمیگردم برای خودم دوباره این رو برمیگردم کپی میکنم، درست میارمش توی گوگل فلو و بعد گوگل فلو رو بهش میگم که چی، اینو برای من تولید کن. این همون یه دونه ای هم هستش و اینو میزنم که شروع کنه برای من تولید کردن. این شروع میکنه تولید کردن. حالا برای اینکه با درگیر چت جی پی تی هم نشه یه خورده احتیاط میکنم نمیرم سراغ چت جی پی تی فعلا. این کارش رو بهمون تحویل بده تا بعد بریم اونجا. اینم گربش، درست. پس این به مدل گربه هم مثلا به این صورت بهمون داد الان و میبینید چقدر سریع کار میکنه. و الانم ارزم به حضورتون من میرم تو همین پرامپت آقای سگه و گربه هم داخلش برمیگردم میکنم و میگم اینو شروع کن برای من تولید کردن. بیاین اینم به این صورت حالا دوست دارین این استفاده بکنین، دوست دارین این استفاده کنین، هر مدلی که خودتون بیشتر خوشتون میاد. توی کارهای بعدی که میخوایم برگردیم با این دوتا عکس مثلا انجام بدیم. کار عکس سومم به این صورت من در آوردم، درسته که باز این مدلش هستش. ببینیم پرامپتی که من به این صورت گرفتم پرامپت جنرالش هستش. پرامپت به صورت جیسون نیستش، درنچه کد ننوشته، پرامپت جنرال رو برگشته نوشته. این نمونه رو براتون گذاشتم که خودتون ببینین که وقتی میخواد تولید بشه به چه صورت تولید میکنه. پس اینجا ببینین کد من نذاشتم، داخلش نکردم. اینو من زدم فقط این تولید بشه. بفرمایید این به این صورت در آورد. و داخل همینم که از چت جی پی تی بخوایم این کار رو بکنه، که به چی جواب بده. من بپرسم این خانم یا آقای تیام اه، ممکنه خودش رو معرفی کنن؟ این دوست جدیدی که اومدن نمیدونم خانم هستن یا آقای تیام. شما میشناسی آقای آشوری؟ من نه. پیش ما کسی که نیست اینجا، من چیزی نمیبینم. ما کسی چرا با اینجا داریم رو صفحه. خب من تیام بزرگوار، شما هم از گروه میذارمتون بیرون، یا معرفی کنید یا اینکه بعدا معرفی کردید به من خبر بدید این بایدتون کنم.
بفهمید آقای آشوری. خواهش میکنم. خب ببینید الان توی چت جی پی تی هم که برگشتیم پرامپت رو دادیم، دو تا برامون تولید کرد. یکی با پاپیون تولید کرد، یه دونه بدون پاپیون، به این صورت برگشت گذاشت. حالا اینجا باید انتخاب بکنین که ایمیج 2 که این هستش بهتر هستش یا ایمیج 1تون بهتر هستش و بعد با اون حرکت کنین و جلو برین. Wednesday sends me standings. تیام، خانم تیام، آقای تیام. Thing that I told you. So we're gonna watch party. I didn't say I ارزم به جوابم نمیدم. حضورتون خب اینم به این صورت. پس ما تا الان چیکار کردیم؟ تا الان اومدیم 3 مدل عکس برگشتیم تولید کردیم، درسته؟ حالا اینجا اگر ببینین مثلا این چیزی که برگشته نوشته شده کیوت کیتن نوشته، یعنی یک بچه گربه با مزه. دیگه شما میدونین اگر اینی که اینو بخوایم برگردیم تبدیل به پاپی برگردیم بکنین که یه سگ با مزه یا یه توله سگ با مزه، به جای کیتن برمیگردیم فقط میذاریم پاپی، درسته؟ کیتناش رو تبدیل به پاپی میکنین و بعد میدین و شروع میکنه براتون چیکار کردن، این رو به صورت پاپی براتون تولید میکنه. الان این اولی رو اگر ببینین، الان اینها این کیوت پاپی هستش، درسته؟ ولی دومی کیوت کیتنه، درسته؟ سومی هم که گربه هستش بازم کیتن هستش. اینا هرچی کیتن داشت سر جاش، فقط اصلا لازم هم نیست بخونین، فقط هر جا کیتن داشت برمیگردین عوض میکنین به نام پاپی. درست؟ اینم از این قضیه. ما عکسامون رو تولید کردیم. حالا میام قسمت اول برای تولید ویدیو. من قسمت تولید اول ویدیوم رو، من این چیزی که اینجا برگشتم گذاشتم رو کپی میکنم و میام داخل، ارزم به حضورتون، گوگل فلو. ببخشید رفتم بیرون، دوباره برگردم داخل. اینجاست. درست. یه دونه از یه دونه سگ که بیشتر نداریم، یه دونه سگ رو انتخاب میکنیم. حالا من مثلا میخوام این سگ رو برگردم تبدیل به یه ویدیوش بکنم. حالا منها اینکه پرامپتش از کجا به دست اومده که خدمتتون عرض میکنم، میام چیکار میکنم؟ میام اول اینجا رو انتخاب میکنم. اول میام ستینگ ها رو درست میکنم، میذارمش روی ویدیو. اگر اینی که ما روی اینجا بخوایم این ویدیو رو برگردیم قرار بدیم، اگر اینکه فریم داشته باشیم، یعنی بگیم فریم اولمون اینه، فریم آخرمون اینه، درسته؟ مثلا من این گربه رو میخوام در فریم اول اینو داشته باشم، در فریم آخر تبدیل به این بخواد برگرده بشه، این اونو استارت میکنم با اون اندش تموم میکنم. اگر نه یه فریمه بخوایم بریم جلو، اینگریدینتس رو برمیگردیم میذاریم و میگه که 9 به 16 میخواین، 16 به 9 میخواین و چند تا با هم براتون تولید کنه و چه ببینیم VO 3.1 کوالیتی داره، VO 3.1 فست داره، VO 3.1 لایت داره. من از آمنی استفاده میکنم، آمنی فلش، که این یکی از قوی ترین تولید کنندگان ویدیو خود گوگل هستش که برمیگرده استفاده میشه و مقدارش هم میتونین از 4 ثانیه بذارین، 6 8 و 10 ثانیه میذارین رو 10 ثانیه. الان انتخاب کردم اون رو و الان این آقا سگه رو برمیگردم میگیرم میکشمش میارمش پایین پایین. این که روشن شد این اضافه میکنم اینجا که این آقا سگه اینجا برگرده بشینه. مقدار پرامپتی هم که بخوام برگردم بدم و که کپی گرفته بودم، اینجا چیکار میکنم؟ پیست میکنم و اینجا برمیگردم میذارم. حالا برمیگردم میگم اینو برای من چیکار کن، اینو برای من تولید کن. حالا صبر میکنیم که این بخواد تولید بشه. الان من فقط این رو روی 9 به 16 انتخاب کرده بودم، به به صورت عمودی به من میده. اگه 16 به 9 انتخاب کرده بودم باز به صورت افقی به من میداد، درسته؟ اینم در نظر داشته باشین.
این تولید برگرده بشه، من اینا رو خدمتتون عرض کنم. اگر این که میخواستین هر کدوم از این عکسایی که تولید کردین، فعلا با ویدیو کار نداریم ما، عکسایی که تولید کردین رو میخواین دانلود برگردین بکنین، روی این سه نقطه بالاش ببینین، اینه که میان روش سه نقطه داره، روی این سه نقطه بالاش برمیگردین میزنین، میان رو قسمت دانلود. اینجا اجازه میده که 1K تولید کنین یا 2K. اینه به صورت فریه، یعنی با عکس با کیفیت 2K میتونین تولید بکنین. درنچه من برمیگردم مثلا اینو برمیگردم میذارم 2K، وای میستم اول این آپسکیل میکنه، یعنی تبدیلش میکنه به 2K با کیفیت بالاتر، و بعد شروع میکنه برای من دانلود کردن. اجازه بدین. به من جاشو نشون میده و من اینجا برمیگردم سیوش میکنم، میره برای من سیو میشه. اینجا ببینید اومد برای من اینجا سیو شد نشست، که من الان روش برگردم بزنم، درسته این پاپیه بیرون میاد. بفرمایید. اینم به این صورت. در مورد ویدیوم همینطوره. اگر خواستین اینجا میتونین چیکار کنین، بزنین و اینجا دانلود رو بزنین. منتها اینجا 720 داره، باید با 720 برگردین انجام بدین که کیفیت خیلی خوبی بهتون میده. حالا خود ویدیو رو نگاه میکنیم ببینیم چی بهمون داده. درسته؟ یه همچین چیزی بهتون داد. اگر اینی که دوست ندارین صدا بکنه، دوست ندارین بخنده، دوست ندارین چیز، میتونین برگردین توی پرامپتتون بنویسین که نمیخوام برگرده همچین اتفاقی براش بیفته، همچین کاری رو نمیخوام برگرده بکنه. شما این به قول معروف آقا سگر رو دارین اینجا. این آقا سگر باید هر کاری براتون انجام بده میارین داخل چت جی پی تی. درست؟ داخل چت جی پی تی بهش برمیگردیم میگین که اولا عکسی که میخواین تبدیل به ویدیو بشه رو برمیگردیم میارین. من الان اینو دانلود کردم جلوی خودتون دیگه، درسته؟ اینو برمیگردیم میاریم و اینجا برمیگردیم مینویسیم میخوام ویدئوی این ویدئویی از این عکس درست کنم. خب این شد. این یک، مثلا میخوام بخنده. دو، میخوام برقصه. سه، میخوام بچرخه. چهار، میخوام تامزاپ کنه. تامزاپ منظورم اینه که شستشو نشون میده. تامزاپ میخواد برگرده بکنه. درسته؟ میخوام ویدیوی از این عکس درست کنم، میخوام بخنده، میخوام برقصه، میخوام بچرخه، میخوام تامزاپ کنه. حالا بهش میگم که پرامپت این ببخشین تولید این ویدیو که توسط چی میخواین درست کنین؟ آمنی میخواین درست کنین، میخواین با VO درست کنین، میخواین با هر چیزی که میخواین درست کنین. درست؟ من الان میخوام با آمنی درست کنم، می‌نویسم آمنی. تولید میشه رو در اندازه چند ثانیه میخواین؟ مثلا مثلا میگیم 10 ثانیه. همین الان 10 ثانیه رو انتخاب کردیم. به من بده ببینیم چی بهمون میگه. حالا یه توضیح هم میده، دوست دارین توضیح هم بخونین، ولی نوشته Omni Prompt to 10 seconds. درسته؟ ببینیم پله به پله از ثانیه 0 تا ثانیه 2، ثانیه 2 تا ثانیه 6،
ثانیه 6 تا ثانیه 8. ببینید تیکه به تیکه به اون چیزایی که ما برگشتیم بهش گفتیم، کامera کجا قرار بگیره، بک‌گراندش چی باشه و تمام حرکات رو داره برمیگرده میگه. حالا شما میخواین خیلی راحت میتونین چیکار کنین؟ میتونین این رو برگردین برای خودتون کپی کنین و برمیگردین توی گوگل فلو. این دفعه این آقا سریع رو برمیگردیم باز میکشیمش پایین. این دفعه من 16:9 درست میکنم، یعنی به صورت افقی درست میکنم و این رو پیستش میکنم اینجا، همین چیزی که چت جی پی تی بهمون داد. برمیگردم شروع کنه برای من درست کردن. ببینید فوری برای من افقیش کرد، حالا شروع میکنه برام درست کردن. اون اپلیکیشن که یا هوش مصنوعی که به چت جی پی تی داشت و تولید ویدیو میکرد که اسمش سورا بود، بعد سورای 2 هم اومد اگه یادتون باشه. سورا منحل شده، سورا رو برداشتن، فعلا سورا کار نمیکنه اصلا. خود چت جی پی تی برش داشته و ظاهرا داره چیز جدیدی رو داره عنوان میکنه و داره مطرح میکنه میخواد بیاره. در چه ما الان فعلا اگر به صورت رایگان بخوایم کار بکنیم باید با گوگل فلو کار کنیم یا شاکلیش که من خدمتتون عرض کردم. اون هزینه بر هستش، بالاخره فرقم میکنه، ولی خب این به صورت بدون هزینه شما میتونین این کار بکنین. من الان این کار رو برگشتم کردم. الان نگاه کنید ببینید چی بهمون داد. درسته؟ هم چرخید، هم رقصید، هم تکون خورد، هم تامزاب کرد برامون، همه کار رو برامون انجام داد. حالا اگر اینی که این به نظرمون مناسب هستش، 3 نقطه رو میزنیم اینجا، دانلود رو میزنیم، 720 رو میزنیم و این شروع میکنه برامون چیکار کردن؟ دانلود کردم. و من اینجا سیو رو میزنم که برای من توی دانلود بفرمایید اینو برای من دانلود کرد. الان من روش برگردم بزنم، بسیار عالی. پس اینم برگشت برامون به این صورت درست کرد. قسمت بعدی میخوام همین کار رو برگردم انجام بدم در مورد یکی از این گربه ها. درست؟ فقط اینجا که برسیم یادتون باشه اگر اینی که ممکنه هوش مصنوعی و یه اشتباهی برگرده بکنه، مثلا میخوایم بهش بگیم که میخوام نخنده. درسته؟ وقتی میخواین نخنده توی فارسی توی پرامپتتون می‌نویسین که خنده رو ممنوع میکنین که نخنده. اگر میخواین تاکید مؤکد بکنین که این حتما این اتفاق رو دقت بکنه، یه بخشی رو باید بذارین همون ادامه پرامپتتون به نام نگاتیو پرامپت. و توی نگاتیو پرامپت ها ببینیم مثلا تاکینگ رو اومده گذاشته توی نگاتیو پرامپت، یعنی که صحبت نباید بکنه، واترمارک نباید داشته باشه، ساب تایتل و تکست نباید داشته باشه روش، نباید مثلا بخنده، نباید نمیدونم نبایدها اینجا برمیگرده قرار میگیره. در نتیجه من این یه مقداری به قول معروف پرامپتش پیشرفته تره. پس اون نگاتیو پرامپت هم برایشیم نوشتیم. حتی در قسمت آخر برگشتیم یه سری تنظیمات پیشنهادی وئوتری هم به ما داده. من اومدم تنظیمات پیشنهادیش هم برگشتم گرفتم. یکی از چیزاش که خوشم میاد لوپشه، یعنی این وقتی تا انتها میره خودش اتوماتیک برگرده از اول دوباره شروع کنه لوپ کردن و ویدیو رو برگرده براتون اجرا بکنه. درست؟ مثلا موقعی که شما یه ویدیوی موزیک داری که موزیکش کامل باشه اگر شما بذارین، چون موزیک میاد تا آخر برمیگرده میره، دیگه وای نمیسته موزیک تموم بشه، خودش برمیگرده لوپ میزنه و از اول دوباره شروع کنه. یعنی چی؟ ویدیو شما باز دیدنش بیشتر میشه، تایم واچ ویدیوتون بیشتر میشه، صفحتون راحت‌تر بالا میاد. من اینو برمیگردم کپیشو برمیگردم انجام میدم، میام توی گوگل فلو. مثلا
این دفعه این آقا گربه رو برمیگردم میذارم اینجا و اینجا برمیگردم میزنم. این تنظیمات پیشنهادی هم پاک میکنم دیگه، خودش متوجه میشه که قضیه به چه نحوی هستش. اینو میذارم همونجا به صورت تگ فریم بمونه، 16:9 باشه که افقیه. یه دونه میخوام برام تولید کنه و 10 ثانیه‌ای میخوام تولید کنه، اونم ویدیو. پس اینم درسته تنظیماتم. در نهایت چیکار میکنم؟ یه تیک برمیگردم میزنم که شروع کنه برای من تولید کردن. و عملا من با این کاری که کردم الان سومی ویدیومو با یه اکانتم تولید کردم. پس 3 تا ویدیو براتون توی یه اکانت درست میکنه. تعداد عکسایی که درست میکنه بیشتر از این حرفاست، ولی 3 تا ویدیو فعلا با 3 تا ویدیو قسمت جنریت کردن ویدیوهاش تکمیل میشه. باید از یه ایمیل دیگه استفاده کنی. بیست و 22% داره میره بالا. خب ببینیم چی شد. درست. من مثلا توی حالا این پرامپتارم براتون میذارم. من مثلا بهش گفته بودم که این به حال رقصی که میکنه به حالت اسپورتی باشه، در چه اومده موزیکش هم به حالت اسپورت برگشته گذاشته که داره این حرکت رو داره انجام میده. درنچه من فکر میکنم حالا اگر خودتون پرامپتم برگردیم بخونیم میبینی همون چیزی هستش که ما خودمون ازش خواستیم برگشته برامون اجرا کرده. قسمت بعدی من میخوام یه کار دیگه برگردم انجام بدم. ببینین یه موقع از من اینو برگردم فقط کپی بگیرم از اینجا. من میخوام چیکار کنم؟ یه عکس بهش گفتم یه عکس 4K افقی برام بساز به صورت روستای ابیانه کاشان در ایران که خانه‌های کاهگلی داره، حیوانای اهلی، به صورت خمیری و با استایل سه‌بعدی واقعی. درسته؟ ما اینو برمیگردیم ارزم به حضورتون میدیم چت جی پی تی فعلا برامون درست بکنه، ببینیم چت جی پی تی چی کار میکنه. ضمناً ویدیویی هم که از طریق مثلا مثل همین آقا سگه و آقا گربه پیدا کردین و تونستی برای خودتون درست کنین، اگه چیز خاصی رو درست کردین در انتها میتونین برگردین توی ارزم به حضورتون کپکات برگردین بیارین و اونجا ادیتش بکنین، متنی دوست داشتین زیرش بزنین و ارزم به حضورتون به همین حالت برگردین مثلا ویدیو رو برای خودتون درست بکنین و بذارین تو اینستاگرام یا هر جایی که دوست دارین. خب ببینین یه همچین عکسی رو برگشت برای ما درست کرد. درسته؟ پس یه عکس، ببینیم به چه صورت شد. یه عکس 4K داریم، ببندمش. یه عکس 4K افقی داریم برای روستای ابیانه کاشان، دقیقا هم شبیه اونجا برگشته در آورده. میبینین که خانه‌های کاگلی داره و حیوانات اهلی به صورت خمیری و با استایل سه‌بعدی واقعی. و چیزی که هستش نگاه میکنین حیوونا رو ارزم به ببخشین رفت اینجا. و حیوونا رو که نگاه میکنین حیوونا به صورت خمیری سه‌بعدی، یعنی به صورت اینکه بتونین انیمیشن سه‌بعدی باش درست بکنین، اونجوری درست شدن، واقعی نیستن، کارتون هم نیست. آدم احساس میکنه مثل مجسمه درست شده. منظورم اون هستش. خب اینو برگشتیم ما تولید کردیم تو قسمت اول.
حالا من نوشتم روستای ابیانه کاشان، شما دوست دارین هر جایی که دوست دارین برای خودتون مثال بزنین و برای خودتون درست کنین. قطعا هر کسی برای خودش یه جایی رو داره که بتونه همچین کاری رو بخواد باشه انجام بده. اینو من برگشتم دانلود کردم، میرم قسمت قبل. 2 نوشتم صحنه بعدیش رو اینطوری درست کن: دوربین بره سمت پل و با 90 درجه به سمت راست عکس بگیره. حیوونا همه حرکت کردن و در لوکیشن دوم ایستادن. خانم روستایی میره جلوی درب آبی رنگ خونه روستایی. خانه ها نباید تغییر بکنه. عکس باید 4K باشه به صورت خمیری با اصال سه‌بعدی واقعی. یعنی من همه چیشو برگشتم بهش گفتم. درست؟ در چی میام اینجا، اینم چیز جدیدشه، هی باز میکنه برای ما. خب من اینو اینجا پیستش میکنم. نوشتم صحنه بعدیشو اینطوری درست کن: دوربین بره سمت پل. خب اون عکس قبلی که من داشتم پل داشت، این اینجا پل نذاشته. درست؟ من میگم مثلا دوربین برگرد ببر سمت درب و با 90 درجه به سمت راست عکس بگیر. و خانم حیوونا همه حرکت کردن و در لوکیشن دوم ایستادن. حالا مهم نیست که کجا. خانم روستایی میره جلوی درب آبی رنگ خونه روستایی که ما الان 2 تا درب آبی رنگ داریم. درسته؟ میتونیم این دفعه برگردیم به جای درب آبی رنگ بگیم خانم روستایی میره جلوی درب قهوه‌ای رنگ زیرزمین. انشالله که متوجه بشه من منظورم این هستش. خانه ها نباید تغییر بکنه. عکس باید 4K باشه باز به صورت خمیری با اصال سه‌بعدی واقعی. من این رو برمیگردم فقط یک ازش چیز میکنم، دانلودش میکنم. دانلودش کردم، ببخشید. اینو برمیگردم، پس اینجا برمیگردم میارم عکس رو اینجا بهش اضافه میکنم که این اضافه بشه. توی این پرامپتی که داریم به خودش میدیم که عکس رو برگرده تولید کنه، ممکنه 1000 تا اشکال پیش بیاد. درست؟ در چه انتظار اینو نداشته باشین که 100% اون چیزی که تو ذهنتونه درست شه، ولی اینقدر باید باش ور برین تا درست بشه. اینو ما برمیگردیم میزنیم. همینطور هر چقدر تجربتون هم بیشتر بشه روی پرام نویسی، دیگه با یه حرکت، با یه دستور، با 2 دستور شما میتونین چیکار کنین؟ اون چیزی که میخواین رو واقعا برگردین اجرا کنین، واقعا به دست بیارین. خب من تا این بالا بخواد بیاره، من برم رو گوگل فلوم، به خاطر اینکه گوگل فلوم من چیز ندارم دیگه، کردیت ندارم بخوام ویدیو تولید کنم و برم توی یه اکانت دیگه مثلا. تا اون داره برامون تهیه میکنه، و اینجا نیو رو بزنم که ببینین. اگر این که داخل گوگل فلوم اومدین
و سمت راستتون همچین چیزی رو داره بهتون نشون میده و این میبینین که این پایین باید اون باری که این پایین داشتیم و نداره. میان چیکار میکنین؟ این منیوی از اینجا برمیگردین چیکار میکنین؟ میبندین. ببینید من ایکس رو میزنم، منو رو میبندم، این اومد و یه بارم روی ایجنت میزنم که ایجنت خاموش بشه. حالا همه چیمون درست شد. فقط در نظر داشته باشین این کار باید انجام بدین. خب ببینیم که خب مثل ببینید درست هم متوجه شد اومد اینجا. درسته؟ و همه حیوونا هم حرکت کردن، این خانم هم حرکت کرده. ما برمیگردیم اینو برای بار دوم دانلودش رو انجام میدیم. اینم سیف. درست. میرم قسمت بعدی. یه پرامپت جالب برای تصویر 1 به تصویر 2 بنویس که میخوام ویدیوش رو VO3 درست کنه. حالا من اینجا برمیگردم به جای VO3 برمیگردم مینویسم چی؟ اومنی درست کنه. ویدیو باید با حرکت دوربین باشه و به سبک سه‌بعدی و خمیری و کارتونی. ضمناً نگاتیو پرامپت رو هم برام بنویس. خب این نگاتیو پرامپت رو که برام بنویس من اینجا نباید برگردم بهش بدم. اینو برمیگردم از اینجا کپی میکنم. الان این چیزی هستش که میخوام باهاش ویدیو درست کنم. دوتای اول عکس درست کردم. سومی چی هستش؟ سومی برای اینکه ویدیو درست کنم. میام تو قسمت گوگل فلو، میام اول اینو میزنم، از اینجا آپلود میکنم، عکسامو باز میکنه برام، جفت اینا رو انتخاب میکنم و اینا رو اوپن میکنم که دوتایش شروع کنه برای من چیز کردن آوردن. حالا تا این دوتا رو برای من انجام بده، پس ببینید ما الان یه فریم اول داریم، یه فریم آخر داریم. میایم چیکار میکنیم؟ ما این دفعه ویدیومون رو که میخوایم تولید کنیم، درسته اینجا آمنی خورده، درسته یه دونه میخوایم درست کنیم روی 16:9، درسته این دفعه ویدیو فریم دار یا دارای فریم ها، فریمز بخواد داشته باشه، یعنی استارت داشته باشه و اند داشته باشه. میایم درست میکنیم 10 ثانیه 10 ثانیه و این میبندیمش. الان این فریم دومه، درسته که این خانم اومده نشسته بغل، اومده وایساده بغل این در قهوه‌ای. این فریم اوله. در چه من اینو میگیرم میکشمش پایین میذارمش. ببینید این اولیش نوشته add start frame. این استارت فریم هم هستش، میشونمش اینجا. این اند فریم هم هستش، میام میشونمش اینجا. درست. و الان حالا حتما احتمالاً باز مشکل حالا کردیتی داریم یا هر جوری هستش. دیس مدل دازه آمنی نمیتونه این رو برگرده به این صورت برگرده درست کنه. بعد ببریم حتما روی VO3 درست کنیم. این روی VO3 نمیتونیم، روی آمنی نمیتونیم درست کنیم، حتما روی VO3 درست میکنیم. و عرضم به حضورتون اینم برمیگردم بهش میدم یه پرامپت جالب برای تصویر که باید برگردم بیام داخل این بهش برگردم بگم پیست کنم اینجا عکس اولم رو، این عکس اولمه، اینم عکس دوممه. اینو برمیگردم میذارم اینجا که بیاره برگرده بذاره. پس آمنی هم نمیتونه درست کنه، اینم درستش میکنم میذارم چی؟ همون VO 3.1 که برگرده با این VO برگرده به من بده. حالا میدم تا پرامپت جالب به من بده. ببینید اومده این کار کرده. درست.
پس من میام از اول اینو برمیگردم یه کپی میکنم پرامپتو، یه آخرم چیز دیگه ای به من نداده، میام اینجا و اینجا برمیگردم چیکار میکنم؟ پیست میکنم. درسته؟ و پیست میکنم و اینو حرکتش میدم. بره ببینی چیکار میکنه. وقتی با VO3 کار میکنیم یه خورده نسبت به آمنی به سرعتش کمتر تولیدش، مخصوصا اینکه ما داریم از اکانت رایگانش داریم استفاده میکنیم. خب درست کرد برامون. ببینیم چی در اومد. درسته؟ پس شما عملا دارین یه کارتون دارین درست میکنین. کارتونی دارین درست میکنین که از این برگشته دقیقاً از به فریم اولتون که این هستش اومده و بهش یک سناریو دادین، حرکت دادین و اومده به اینجا رسیده. درسته؟ حالا چیکار میتونین برگردین بکنین؟ میتونین از همین یه عکس برگردین بگیرین، این میشه فریم اولتون. درسته؟ و بعد برگردین، یا اینکه میایین اینجا اکستند میکنین، این رو از اینجا اکستند میکنین و بعد یه فریم و بعد برای خودتون یه پرامپت درست کنین. پرامپتی که درست میکنین تو چی درست میکنین؟ تو چت جی پی تی درست میکنین که از این فریم، از کدوم فریم؟ از این فریم. درست؟ من میخوام حرکت کنم، فریم آخرتون رو برای خودتون درست بکنین که چی میخواین توسط چت جی پی تی. به فریم دومم میخوام برم، برای من یه پرامپت خوب بنویس. پرامپتش رو میگیرین و میارین ادامه اینو اکستند میدین تا اینکه مقدار 8 ثانیه دوم براتون درست کنه، 8 ثانیه سوم براتون درست کنه. متوجه ارزم هستین؟ یعنی یه کارتون پیوسته میتونین برگردین برای خودتون درست کنین. اینجا میتونین، اینجا که دولا شده مثلا شروع کنه شروع کنه به در زدن، مثلا ناکته بود کردن، چی میگن، تق تق میزنن به در. درسته؟ بیاد این کارو برگرده بکنه، وارد خونه بشه، اینا همینجوری شروع کنن حرکت کنن جلو بیان، سگی شروع کنه مثلا با مرغا بازی کردن یا هر چیزی که برای خودتون فکر میکنین و توی اون شهر یا توی اون ارزم به حضورتون منطقه خودتون هر چیزی که هستش میتونین برای خودتون درست بکنین. یه همچین چیزایی رو که در نهایتش میبینیم که یه انیمیشنی در آوردین که این انیمیشن اگه الان بخوان واقعا با حالت انیمیشنی بخوان درست کنن، اولا زمانهای بسیار زیاد طول میکشه با هزینه‌های هنگفت. و شما اومدین جمعش کردین قضیه رو مثلا توی 5 روز، توی یه هفته پشت سر هم دیگه برگشتین اینا رو چیدین، شروع کردین انجام دادن و یه چیز بسیار قشنگ برای خودتون در آوردین. خواستم اینم خدمتتون بگم که همچین کاری هم میتونین برگردین انجام بدین. یک چیز دیگری که باقی میمونه، من الان میخوام خدمتتون یه ویدیو بهتون نشون بدم. من این رو میخوام برای دفعه بعد، اگر اینی که دوستانی که دوست دارن بیشتر کار بکنن روی این شروع کنن کار کردن. ببینید من اینو باز کنم براتون. سال 1954 داره نشون میده. مثلا رفت دکورا عوض شد، 1968 داره نشون میده.
1975 1980 84 92 Oh. 98 و همینجور داره زیاد میشه. من این ویدیوشو براتون میذارم که این ویدیو رو به عنوان سورس برای خودتون داشته باشین. درست؟ من میخوام اگر امکان داره براتون یه همچین ویدیویی رو درست کنیم، منتها نه به این طولانی، به اندازه این که بخواد مثلا 2 سال رو بخواد عوض کنه. مثلا میگیم 1980 رو مثلا بکنه 1990، بعدم بکنه 2000، توی 2 مثلا ویدیو بخوایم برگردیم درست کنیم. با همین چیزایی که من خدمتتون عرض کردم خیلی راحت میتونین این ویدیو رو برگردیم درست کنیم برای خودتون. در این حال من یک کار دیگه هم میتونم برگردم انجام بدم اینجا. ببینم این اکانتم بود یا اکانت قبلیش بود. نه این اکانت نبود. خب ببینین برای مثلا درست کردن این الان یه عکسه، اینم یه عکسه، عرضم به حضورتون این ویدیو شده. درسته؟ ببینید ویدیوهای چجوری شده. درسته؟ من میخوام به اندازه همین بتونین برگردین یه ویدیو برگردین درست کنین. اونطور شما 2 فریم احتیاج دارین. یه فریم سال X رو احتیاج دارین، یه سال 2X رو احتیاج دارین. مثلا این 2 باید ساخته برگرده بشه. فقط یادتون باشه من چیزی که برگشتم ارزم به حضورتون به چرا نشون نمیده، به این برگشتم دادم توی چت جی پی تی. خب ببینید فقط من این کار رو برگشتم کردم، شما میتونین استفاده کنین ازش. ببینید من برگشتم گفتم در سایز 1080 در 1920. درسته؟ ببخشید 1920 در 1080، این برعکس می نویسه. یک عکس برام تولید کن برای یه خانواده 4 نفره در ایران در سال 1330 که در حال عمومی در خانه نشستن، در حال عمومی خانه نشستن، عکس بدون حجاب و رنگ‌های لباس‌ها بسیار جذاب باشه، سن پدر 45، سن مادر فلان فلان فلان. ما برگشتیم اینو گذاشتیم. اولین عکسی که برامون درست کرده اینو برامون درست کرده. اومدم برگشتم گفتم که ببین زاویه دوربین این عکس رو اصلا تغییر نده. ببینید ما از این زاویه برگشتیم این عکس رو برامون تولید کرده. درسته؟ از یه زاویه 3 گوشی هستش که
این خانم و آقا و این دختر پسر برگشتن اینجا نشستن و حالت تلویزیون، ببینید حتی تصویر این پسر دختر تو تلویزیون هم افتاده، میبینید سایه‌شون. ما برگشتیم فقط گفتم زاویه دوربین این عکس رو اصلا تغییر نده، فقط لوازم و رنگ اتاق و لباسهای افراد رو تبدیل کن که بنا به سال 1350 بشه. درسته؟ ما اومده برای من اینو برگشته درست کرده. درسته؟ بعد نگاه کردم دیدم مدل رادیو و تلویزیون همچین ظاهرا تغییر خاصی نکرده. بهش گفتم مدل رادیو تلویزیون هم باید جدیدتر بشه. اومد اینجوری به من داد. ببین میگم از این سوتیا میده، این هوش مصنوعی بالاخره اشتباه میکنه، که بهش گفتم باید افقی باشه، بعد اینو برگشت به من داد. پس من دوتا عکسمو ازش گرفتم. درسته؟ دوتا عکسمو برگشتم ازش گرفتم که شد این عکس به این عکس. درسته؟ و ارزم به حضورتون اینجام که من روش برمیگردم میزنم و اینم بیاد اینجا برگرده بیفته و نوشتم یک، من این استاپ کنم، یک، اینجوری بکنم شما بهتر ببینید. هر 4 نفر بلند میشن و از اتاق فریم اول خارج میشن. دو، وقتی خارج میشن اتاق فریم اول به اتاق فریم دوم تبدیل میشه با طراحی و حرکات قشنگ. سه، هر 4 نفر بدون تغییر چهره با لباسهای فریم دو میآیند و سر جاشون میشینن. 4، هیچ متنی روی ویدیو نیاید. 5، هیچ سخنی گفته نمی شود. درسته؟ پس ما برگشتم اینو به این صورت درست کردم و اینو برگشتم دادم فریم اول و دومشون هم اینجا چیدم و در نهایت چیکار کرد؟ این ویدیو رو برای من درست کرد. حالا عرضم به حضورتون من ممنونتون میشم که اگر دوست داشتین، البته اگر اینکه کار بکنین روی این قضیه، از این به قول معروف این چیزی که من خدمتتون عرض کردم بتونین استفاده کنین و یه چیزی رو لازم هم نیستش که حتما 4 نفر باشن، حتما توی خونه باشن، حتما نمیدونم به این صورت بخواد باشه. ممنونتون میشم اگر اینکه زحمت بکشین برای خودتون تو پارک یه حالت پارک رو برگردین بگین، یه حالتی که بچه ها مثلا حالت فانفار رو تو تهران مثلا درست کرده بود از قبل از زمانش تا بعدش، و حالا هر کدوم کرد، هر چیزی که میتونین برای خودتون یه ایده درست کنین، یه زمان قبل یه زمان بعد، یا همین جایی که اصلا هستین تو کشوری که هستین یه قبل و بعدش رو برگردین درست کنین. لازم هم نیستش که حتما خودتون حضور داشته باشین. درسته؟ حتما به چت جی پی تی میگین اون افرادی که میخواین رو براتون میچینه با اون سنایی که میخواین، منتها فقط دیتیل رو لطفا بهش بگین. من یه پدر میخوام، یه مادر میخوام، پدر 40 سالش باشه، مادر 30 سالش باشه، دختره این سالش باشه، پسر اون سالش باشه، حجاب داشته باشن، لباساشون رنگی رنگی باشه، توی فضای قشنگ باشن، نمیدونم بیرون باشن، داخل خونه باشن، قشنگ بهش براش منطقش رو براش باز کنین و متوجهش کنین. خب من ممنونتونم که زمان گذاشتین گوش کردین. اگر این که موردی هستش من در خدمتتون هستم. ما ممنونیم از شما، دستتون هم درد نکن. خواهش میکنم. خسته نباشید، دستتون در نکنه. قربون شما، زنده باشین، زنده باشین. ممنون از شما جناب آقاشیری، نه عالی خواهش بود. میکنم. مرسی آقا منصور، خواهش میکنم. آقا آرش دست شما در نکنه، خیلی مرسی ممنون. امین جان، خیلی ممنونم عزیزم. مثل اون که سامسونگ هستش خسته الان اومد نباشید آقا داخل، آرش. کی بودش ایشون؟ دست شما در نکنه آقای آشوری. خواهش میکنم، خواهش میکنم. یک سامسونگ آقا جلال ما هستم، چون از طریق کامپیوتر نشد از طریق موبایل نه آمدم. الان این دومیه کی هستش؟ یه سامسونگ الو دیگه هستش. دستتون درد نکنه الو آقای الو، آشوری. سلام آقا بفرمایید. جلال، خوبید؟ خسته سلام نباشید حسن آقا آقا. آرش، آقای آشوری. خواهش میکنم، قربون شما، زنده باشین، خیلی ممنون. دستتون درد نکنه، خیلی زحمت خواهش کشیدین، خیلی میکنم عالی خانم بود. مهوش، زنده باشین. نه یه خورده زمان بذارین کار بکنین، به خدا چیزی سختی نیستش.
از خلاقیت ها استفاده کنید. ببینید یه ذره فکر کنیم ناخودآگاه یه چیز جالب میاد تو ذهنمون. ببینید یه مسئله تو این بیزینس هستش. تو این بیزینس یه اشتباه بزرگ وجود داره، به نظر من اشتباه ها، یعنی اشتباهی که خیلی انجام میدن. ما اینی که از همدیگه ایده بگیریم خیلی خوبه، ولی اینی که برمیگردیم نگاه کنیم فلانی این کار کرد من برم اون کار رو انجام بدم، هیچ وقت خلاقیت خودمون فعال نمیشه. ما کلیات ایده رو وقتی بگیریم، کلیات رو بگیریم بدونیم کلیات کار چی هستش، یه دو بار به ذهنمون از ذهنمون بخوایم یه ایده ای رو بهمون بده، مثلا یه جوری ایده ای رو پیدا کنیم، این باعث میشه که اون چیزی که خلق میکنیم، حالا میخواد یه دونه در حقیقت ویدیو باشه، میخواد یه متن سناریو باشه، میخواد لید جنمون باشه، میخواد همین چیزی که اینجا بخواد، میدونید متفاوت میشه. اون موقع میشه یه سری متفاوت و منحصر به فرد، و چون منحصر به فرده اونجاست که خوب جواب میده. درست شد؟ یعنی ما خیلی اوقات میریم فقط نگاه میکنیم خب دیگر بعد چیکار میکنیم؟ ناخودآگاه میگیم خب این که اینو گفت دیگه چیزی نموند، اونم اونو گفت، اینم که اینو گفت دیگه هیچی نموند من بگم یا هیچی نموند من انجام بدم. در اصل دنیای ما اصلا انقدر توش خلاقیت زیاده که اصلا قابل شمارش نیستش، و چون فکرمون رو محدود کردیم، اون محدود کردن فکر مانع بزرگی میشه برامون. سعی کنیم اینو ایده های جدید از ذهنمون بخوایم، از بقول معروف فکرمون بخوایم که برامون ایده های جدید بره دنبال ایده های جدید، موارد جدید. شاید اولش یه کوچولو سخت باشه، ولی همینقدر تمرینش بدیم یه مرتبه نگاه میکنیم نتیجه های خارق العاده ازش میتونیم بگیریم. خب دیگه پس کاری نداریم دیگه آقای ناصری، تمومه دیگه، درسته؟ مخلصتم آقای آشوری، ما اگه شما بیشتر نشید اشاره بودیم. حسن آقا دفعه دیگه لطف کن، حسن آقا وقتی که میاید دوستان میاید توی جلسه، توی کانال هستش چجوری باید یا اصلا میتونید از همون چت جی پی تی بپرسید، میتونید نمیدونم آموزش ها زیاده که چطوری میتونید وقتی که وارد یک جلسه میشین زومتون اسم داشته باشه. وقتی اسم نداره زده سامسونگ یا اسمای دیگه خب مشخص نیست اون نفر کی هستش. سعی کنید با اسم خودتون بیاید که یا حتی اگه وسط جلسه باشه مجبوری مثلا اکسپت نکنیم یا ریموو کنیم، حیف میشه، خودتون حیف میشه. سلام آقای ناصری، سلام به همه. از سلام اونجا خانم نشته حسن است آقا. حسن نه شما رو نمیگم، اون یه حسن آقای دیگر رو میگم. یه حسن آقای دیگه. شما خوش اومدید، خیلی هم خوش اومدید. نه شما رو نمیگم خانم حسن آقا. آقایش هستم، ببخشید. یه حسن آقای دیگه هم داریم آخه. اوکی خانم. و در ضمن اینم ببخشید یادم رفت، من تمام پرامپتایی که تو این جلسه گفتم همه رو براتون توی صفحه میذارم، آدرسشو میذارم توی همون چیزی که بتونیم برگردیم، توی همون کجا بذارم، توی یوتیوب میذارم یا توی چنل میذارم، کانالی که داریم میذاریم، فرق نمیکنه که بتونید برگردیم ببینید داشته باشین. اینا رو خیالتون راحت بشه. ممنون، لطف کردی. قربون شما، زنده باشید. خیلی آقایی. مرسی آقای آشوری، لطف خواهش میکنم. خیلی ممنون تشریف آوردین. پس شب و روز هم دیگه بخیر. قربون شما. تشکر خوبی داشته باشین. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. مرسی از من. شب خوش. خدا نگهدار. خدا نگهدار.